شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام میکنم و از خدای آسمان و زمین میخوام که تک ما رو امشب برکت بده. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو با ما هستی و کارهای عجیب و بی‌نظیر انجام میدی. ای خداوند، از تو میطلبم که به نام عیسی مسیح زندگی های ما رو در دستان مقدس خودت بگیری و جلال تو آشکار بشه. به نام عیسی مسیح رو از تو طلبیدم. آمین. خب، خدا رو شکر برای این فرصت. ببخشید من امشب یه 15-20 دقیقه فکر میکنم تأخیر داشتم اگه اشتباه نکنم، و دلیلش هم این بود که من صبح کلیسای دعوت بودم و جلسه خیلی طولانی شد و تقریبا تا برگردم به محلی که ضبط میکنم و آرامش وجود داره تا بتونم مثلا با شما مشارکت داشته باشم، تو ترافیک گیر کردم و نتونستم به موقع خدمت شما برسم. ولی خدا رو شکر برای مشارکت امشب، برای فرصتی که داریم. من خیلی چیزها تو قلبم هست صحبت بکنم و ولی امشب یکی از چیزهایی که این روزها مطرح شده که دوستم در موردش یکم بشینیم فکر کنیم، دعا کنیم و جواب بدم به این بحث. این روزها خب بحث ذریت ما رو، این داستان ها خیلی بحث داغی شده توی فضای مجازی و خب دو دسته هستن که خصوصا در مورد پیدایش باب 6 که ما در موردش الان میخونیم، یه نگاه، به قول معروف یک نگاه در واقع، یک نگاهی دارن که میگن که در باب 6 وقتی صحبت از فرشتگان میشه، وقتی صحبت از پسران خدا میشه، منظور از پسران خدا فرشتگان آسمانی هست که فرشتگان آسمانی عاشق دختران آدمیان شدند و زمانی که عاشق دختران آدمیان شدن اومدن برای خودشون زنان گرفتن و بعد از اینکه این زنان رو اختیار کردن، این زنان با فرشته ها یعنی موجودات آسمانی بچه دار شدن و به قول معروف از این حاصل ازدواج فرشته و فرشتگان و به قول معروف فرشتگان و آدمیان غول پیکرانی به دنیا آمدن که این تفکریه که این عده دارن. بعد خب یه قسمتایی از کلام خدا رو برای این که تفکر خودشون رو اثبات کنن میان برمیدارن، مثلا جایی که مثلا گفته شده که فرشتگانی که مقام خودشون رو حفظ نکردن خدا اونها رو به زنجیرهای ابدی بست. خب اینو ربط میدن که اینجا مثلا به این ربط پیدا کنه. بعد یک کتابی هست که خب جزو کتابای به قول معروف رسمی نیست، ولی به قول معروف یه عده‌ای به قول معروف همیشه خارش گوش‌ها دارن و به دنبال افسانه ها هستن. کتاب خنوق به قول معروف، یعنی کتابی که منتسب میشه به کتاب خنوق و توی اون کتاب اینا در واقع منشأشون از اونجا گرفتن که میگن 300 تا، بعضی جالبه که میگن 320 تا، بعضی میگن 200 تا فرشته سقوط کرده داریم که اینا وارد دنیا شدن و زمانی که وارد دنیا شدن توی پیدایش باب 6 اینا باعث شدن که دختران آدمیان رو دیدن که نیکومنظر هستن و برای خودشون به قول معروف زنان گرفتند. این یک تفکر غلطه و ما میدونیم که نسل پسران خدا به در واقع نسل آدم گفته میشه. متاسفانه چون درک درستی از مسئله ذریت مارم ندن، به خاطر همین این برداشت که و نسل قائم همون نسلیه که به قول من آدمیان محسوب میشن توی کتاب پیدایش. یعنی این که شما فکر کنید که فرشتگان اومدن با زنان آمیزش کردند، این یک تفکر غلطه. اگر این طور بود که اصلا شیطان نیازی نبود از مار استفاده کنه، چون خودش به مستقیم میتونست بیاد و حوا رو حامله کنه بدون اینکه از موجودی به نام مار استفاده کنه. اما
بد نیست به این مسائل بپردازیم، چون اینا افرادی هستن که خیلی وقتا با یه فیگور الهیاتی عجیب و غریب میان صحبت میکنن و زمانی که با یه فیگور الهیاتی میان صحبت میکنن فکر میکنن که خوانندگان، به قول معروف خوانندگان یا کسایی که مثلا گوش میکنن به اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. ببینید اینا میان و میگن که ببینید اینجاست که من میگم فیگور الهیاتی گرفتن کاری نداره، مشکلی رو از کسی حل نمیکنه. من خیلی واقعا دوست ندارم وارد این درگیری ها بشم، ولی به هر حال الان وقت منم مثل سابق نیست. الان فرصت هایی رو که دارم خودم سعی میکنم کنترل کنم تا بتونم در به جلسات شما هم برسم. ببینید من الان با فرصت هایی که دارم، تغییر ساعتی که ایجاد شده توی کشوری که هستم، این تغییر ساعت باعث شده که نتونم برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رو به موقع پر کنم، یعنی به موقع بتونیم مثلا هماهنگ بشیم و این پر کنیم. البته ادامه خواهیم داد، ولی دعاهای روزانه‌ای که داشتیم تمام تلاش من اینه، ولی وقتهای من خیلی محدودتر از گذشته است و خب جاهای مختلف، حالا علاوه بر کار دنیوی که دارم، جاهای مختلف کلیسای مختلف منو دعوت میکنن و مجبور، نمیگم مجبور، ولی بر اصل دعوتی که دارم باید به این کلیسا هم سر بزنم و باهاشون در ارتباط و مشارکت باشم. حالا اینا ببینید، من همیشه میگم که زمانی که یک نفر کتاب مقدس رو تفسیر میکنه و تفسیر غلطی میکنه، این تفسیر غلط عواقب سنگینی برای ایمان مسیحی داره و انگار من احساس میکنم که شیطان میخواد با تفسیرهای غلط، با تعلیمات غلط بیاد انگار ایمان ما رو به سخره بگیره، خدای ما رو یک خدای جبار کنه. ببینید تمام این تفکراتی که نهایتاً یک عده‌ای رو باعث میشه که از ایمان دور و دورتر بشن، از ایمان دور و دورتر بشن و این دور شدن از ایمان چه به خاطر تصویریه که افراد از خدا ارائه دادن. چرا یه عده‌ای در قرون وسطا از خدا دور شدن؟ به خاطر اینکه یک چهره خشن غیر منطقی در واقع وحشتناک از خدا ارائه دادن در دادگاه تفتیش حقایق، در دادگاه‌های در واقع چی میگم، در دادگاه‌های عجیب غریبی که تشکیل شد، در اون سوزاندن آدم‌ها. شما ببینید قدرت زمانی که دست کلیسای کاتولیک افتاد میلیون‌ها نفر مردن. اینجا شما ببینید و در نهایت وقتی فضا باز و بازتر شد، کسایی که جرأت مثلا صحبت کردن نداشتن، از ترس سوزونده شدن، وقتی یکم فضا رو بازتر دیدن شدن افرادی که بدترین نقدها رو به ظاهر به خدا کردن. ولی چرا مثلا وقتی میگیم به خدا کردن؟ به خاطر اینکه تفسیری که کلیسا از کلام ارائه داد چون تفسیر غلطی بود، تفسیر غیر کتاب مقدسی بود، این تفسیر شد مثلا حمله به انجیل، در حالی که واقعیت اینه که به انجیل حمله نشد، به تعلیماتی که معلمانی میدادن که این معلمان کذبه‌ای بودن در واقع به اونها حمله شد. شما اگه نگاه کنید خیلی کسی به خود عیسی مسیح حمله نمیکنه، حتی کمونیست‌ها هم مثلا میان میگن عیسی مسیح عادله. چرا؟ چون در واقع زمانی که به خود عیسی مسیح، به خود کتاب مقدس بخوام برگردن، این خیلی سخته که حمله بشه به کتاب مقدس، خصوصا به عهد جدید. در مورد عهد عتیق خب بحث وجود داره، ولی در مورد جدید خیلی سخته که افراد بخوان حمله کنن. ولی زمانی که افراد میان یک تفکرات غلطی رو میگیرن، من نمیدونم که این معلمانی که مثل توتی فقط یک تفسیر رو میشنون و توتیوار اینو قبول میکنن، فکر کنم یک مکاشفه آسمانیه، آیا اصلا برای اون تفسیری که قبول کرده نیم ساعت یا 40 دقیقه به دعا وقت میدن یا نه؟ من نمیدونم. آیا از خدا مدد میخوان؟ به خدا بگن خداوندا اگر این تفسیر غلطه نگذار که من اینو موعظه کنم، نگذار برم پشت تلویزیون و هزاران هزار نفر رو گمراه کنن، یا اصلا نه، همین که مثلا معلم الهیاتشون یه چیزی گفت و اینا تونستن بپذیرن، همونو شروع میکنه به تعلیم دادن. یا واقعا من جای شک داره برای من، واقعا 1 ساعت 2 ساعت برای تعلیمی که میخوام بدن دعا میکنن، اصلا ترس خدا در دلشون هست یا نیست؟ من اینو واقعا نمیدونم، چون این چیزی که میگن وقتی مثلا در واقع من میشنوم تفسیر
تفسیرهایی که میکنن برام خیلی عجیبه. یا باید بگیم واقعا به قول پولس رسول ذهنشون تاریک شده و در این تاریکی که در ذهن دارن، دقت کنید میخوام به شما بگم، در این تاریکی که در ذهن دارن نمیتونن در واقع مثلا چیکار بکنن، نمیتونن مثلا درست مسائل رو تحلیل کنن. ببینید من الان پیدایشیش اول میخونم و مبنایی که اینا در واقع در تعلیم میدن. من اول پیدایشیش رو مثلا با همدیگه بخونیم. پیدایشیش تو قسمتیه که ما مدتها با همدیگه این در مورد ذریت ما چون صحبت زیاد کردیم، در موردش زیاد صحبت کردیم. پیدایش باب 6 اینطور میگه و واقع شد که چون آدمیان شروع کردن به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برایشان متولد گردیدن، پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکومنظرند و از هر کدوم که خواستن زنان برای خیشتن میگرفتن. اوکی؟ پس اینجا در واقع اینا در تفسیرشون ما اون برداشت، ببین وقتی میگم ما این برداشت رو بگیم فکر نکنید که فقط ما که تسلیس و قبول نداریم این برداشت رو میگیم. نه، خیلی از پنتیکاستیا، خیلی از در واقع افرادی که در دنیای مسیح هستن قبول نمیکنن که اینا فرشتگان هستن، ولی یه دسته مثل شاهدان یهوه هستن، یه دسته مثلا افرادی در ماهواره هستن که حالا نگیم شاهدان یهوه اصلا انجیلی هم ممکنه باشن، ولی به این تفسیر باور دارن که این پسران خدا فرشتگان هستن. خب یه این پسران خدا فرشتگان هستن که با دختران آدمیان رو دیدن که نیکومنظرند. دقت کنید بچه اتفاقی افتاد. میگه و خداوند گفت روی من در انسان دائما داوری نخواهد، زیرا که اون نیست بشر، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود و در آن ایام مردان طولومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختر آدمیان در آمدن با آنها برایشان اولاد زاییدند. ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند و خداوند دید که شرارت. خب اینجا اینا میگن که این پسران خدا در واقع منظور فرشتگان هستن. اوکی، من میخوام قدم به قدم این تعلیم رو یکم بررسی کنیم. اینا برای اینکه اثبات کنن که پسران خدا منظور فرشته ها هستن به ایوب باب 1 اشاره میکنن. توی ایوب باب 1 لطفا میکروفونتون رو ببندید. توی ایوب باب 1 زمانی که شیطان در واقع وارد شورای خدا میشه، میگه روزی واقع شد که پسران خدا در واقع جمع شده بودن و خدا بود و شیطان هم اومد و اینا بر حسب این که اونجا از فرشتگان هم به عنوان پسران خدا یاد شده، میگن اوکی پس در عهد عتیق وقتی صحبت از پسران خداست، دقت کنید وقتی صحبت از پسران خداست منظور در واقع فرشتگان هستند، چون ما در ایوب باب 1 فرشتگان هم پسران خدا نامیده میشن. خب ما یک کم این تعلیم رو بررسی کنیم. اول میخوام از جنبه در واقع بررسی کنم اینو که ما به فرشتگان میگیم فرشتگان مقدس. عیسی مسیح در انجیل به فرشتگان میگه فرشتگان مقدس. پولس رسول میگه در حضور خدا و فرشتگان مقدس تو را مکلف میکنم که در واقع در وقت و بی وقت تعلیم بدیم. چرا به فرشتگان گفته میشه مقدس و چرا فرشتگان در آسمان لباسی سفید در بر دارند؟ لباس سفید در خود برای مقدسین نشون دهنده اعمالشونه، نشون دهنده در واقع به قول معروف فکرشونه. لباس سفید نماد پاکیه. نماد اینه در لباس فرشته‌هاش ما لکه‌ای نمیبینید. میدونید مثلا لکه‌ای نمیبینید که یه لکه سیاه، یک لکه آبی، یک لکه قرمز باشه. وقتی صحبت از فرشتگان مقدس میشه یعنی اینکه فرشتگان در واقع موجوداتی هستند که درونن و بیرونن پاک هستن، وگرنه اگه درونن در واقع پاک نباشن ما نمیتونیم به این موجودات آسمانی بگیم مقدس و لایق پوشیدن لباس سفید نیستند. دقت کنید چرا اینو دارم میگم. ببینید
اینا ببینید این تفکر، من فکر میکنم ببینید اینجاست که مثلا در واقع باید مثلا اینا به مسلمانان آفرین بگن دیگه، یا به یه سری از تفکرات انسانی آفرین بگن. شما فکر کنید که دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه که در امشب اشاره میکنم. شما فکر کنید که در اسلام به ما گفته میشه که در بهشت حوری بهشتی هست. در بهشت در واقع اصلا اون بهشتی که مسلمانان تا حدودی برای ما ترسیم میکنن یک بهشت پر از شهوت و آدمای شهوتیه. یعنی شما میبینید یه مردی 50 تا زن بهش جایزه میدن، یا مثلا حالا یه سری از تفسیرها هستن که بحث غلمان رو میکنن، میگن که بله غلمان هم برای مرداییه که مثلا در واقع همجنسگرا هستن. خب حالا این یه تفسیری که من نمیخوام بگم همه مسلمان‌ها قبول دارن، ولی بخشی از مسلمان قبول دارن و میگن که بله برای مردایی هم که تمایل به همجنس بازی دارن ما غلمان داریم در آسمان. خب حالا ببینید من اینو میخوام بهتون بگم، یا اینکه غلمان مثلا برای زناییه که در واقع اونا هم مثلا مؤمن بودن، یعنی یه زن هم میتونه 4 تا 5 تا 6 تا مثلا غلمان داشته باشه، 10 تا داشته باشه بر حسب اعمالی که داره. چنین بهشتی رو برای ما ترسیم میکنن. خب در چنین بهشتی که دائما شما داری با حوریا بازی میکنی، شراب آسمانی مینوشی، میدونی، خب این عجیب نیست. ولی واقعا در ملکوت خدا آیا واقعا ما چنین موجوداتی رو داریم؟ ما میدونیم که ما حوری بهشتی و غلمان و این همه اینا اصلا افسانه است، چیزی نیست که در آسمان، اصلا شایسته خدا نیست. حالا در تفکر این عزیزان ببینید، شما فکر کنید که یک فرشته که پسران خدا هستن، اینو دقت کنید میاد روی زمین نگاه میکنه و زمانی که در روی زمین نگاه میکنن تصویراشون هم مثلا در واقع بعضی از این شاهدان یهوه هم درست کردن این تصویرها رو، یه سری از فرقات درست کرد. زمانی که دارن این پسران خدا از آسمان دارن زمین رو نگاه میکنن، یهو میگن وای عجب زن زیبایی، عجب دختری. اون یکی فرشته به یکی فرشته میگه که وای اصلا مگه میشه از این زیبایی گذاشت. بعد نه تنها این اتفاق میفته، بلکه فرشته مقدس شهوتش هم برانگیخته میشه، تا جایی که خواب و خوراک از این فرشته گرفته میشه. دقت کنید از این فرشته گرفته میشه. زمانی که خواب و خوراک از این فرشته گرفته شد، این فرشته ناگهان میگه اصلا بی خیال خدا، گوش میکنین، بی خیال خدا، من در واقع میرم باد هر چی شد شد، و میره در واقع جسم میپوشه، درسته چیکار بهت بگم، و بعد از اینکه جسم شد میاد با اون دختر ازدواج میکنه. ببینید این در داستانهاییه که ما تقریبا تو افسانه‌های یونانی داشتیم. هرکول، نمیدونم مثلا در واقع تمام این خدایان گاهی اوقاتی که از خطایاشون که چی بود این بود که عاشق یه دختر زمینی میشدن، بعد میگفتن این نیمه خدا نیمه انسانه. در افسانه‌های یونانی شما الان برید افسانه‌های یونانی رو بخونید، اینجاست که میگن که افسانه‌های یونانی وارد تفکر مسیحیت شده. تمام این چیزای پوسیده، دیوهای یونانی که مثلا در واقع در بند شده بودن از طریق بشارت انجیل، دوباره سر از خاک برآوردن در تاریخ کلیسا و حتی امروز یه عده‌ای ببخشید اصطلاح خوب ولی به چرت و پرت‌گویی رو آوردن. خب بعد شما فکر کنید که فرشته مثلا میاد و بعد خدا در واقع به عنوان یک آدم بسیار دیکتاتور احساسات فرشته ها رو در نظر نمیگیره و میاد 300 تاشون رو میگیره، به شدیدترین شکل ممکن اینا رو تنبیه میکنه. اوکی؟ اینا رو تنبیه میکنه. بعد اینکه 300 نفر، ببین در زمان نوح ما با هزاران هزار انسان مواجه هستیم. طوفان نوح طوفانی نیست که اومده باشه 10 نفر از بین برده باشه، یا آدم بگیم اینا 200 نفر بودن یا 300 تا فرشته به قول اینا بودن، اصلا ما بگیم 500 تا، من 200 تا به اینا تخفیف میدم، من بهروز خواجه 200 تا به اینا تخفیف اضافه میکنم. اینا میگن 300 تا، بعضی میگن 200 تا، من میگم مثلا 1000 تا، بالاتر از این 1000 تا، با 1000 تا. ببین چون بین زمانی که خدا میاد مثلا میگه روح من در انسان نمیاد تا طوفان تقریبا 100 سال طول کشید. 1000 تا حالا بگیریم با 1000 تا خانوم هم ازدواج کنن میشن 2000 نفر. این 2000 نفر در 1000 در طول مثلا فرض دارم به شما میگم 100 سال چند نفر میخواستن بشه؟ 10 میلیون نفر که نمیخواستن بشن که.
بدونید اینا یه چیزیه که مثلا گفته میشه مثلا در واقع بدون اینکه شما عواقب تعلیمی که میدید و بهش بیاندیشید. خب حالا ما بررسی میکنیم، حالا اینو ما جای چیز نمیگیم، اینا چیزاییه که اگه بخوام در موردش صحبت کنیم اینا ببخشید اینقدر چرت و پرت گوش شدن که افسانه بر افسانه اضافه میکنه. اینجاست که میگه که یک عده به کلام خدا گوش نمیدن، بلکه در واقع چیه؟ بلکه مثلا در واقع دنبال خارش گوش ها خواهند داشت و به دنبال افسانه ها خواهند گشت. این یه افسانه است دیگه. حالا ما یک کم جلوتر میریم. اوکی، بخشی از پسران خدا، چون اینا به ایوب اشاره میکنن دیگه، ما فرض میکنیم که بخشی از پسران خدا به خاطر اینکه دخترها رو دیدن که چقدر اینا قشنگن، چقدر اینا عالیان، چقدر اینا اصلا نازن از نظر اینا دیگه. ببین اینجا میگم تفکر شبیه تفکر حوری اسلامیه، تفکر نمیدونم کثیف بهشت شهوانیه. اینا 300 تاشون ازدواج کردن و زمانی که ازدواج کردن در واقع اینا میتونن ازدواج کنن. اینا در واقع چی میگم؟ از چون برای ازدواج ببین شما الان یه شامپانزه رو در نظر بگی به یه انسان بخوای بس کنی، چون دو تا موجود مختلف هست، دو تا چیز مختلف داره، نمیتونن معامله کنن انسانو، میدونی، یا برعکسش. ولی ما فرض میکنیم که مثلا ما اینا باید اول اثبات کنیم که فرشته خوندن. میگه نه، فرشته ها تونستن خون بگیرن. اوکی، من با تفکر اینا پیش میرم، ما با بهشت و فرشتگان کثیف اینا پیش میریم. خب شما اگر مثلا در واقع 300 تاشون رو دستگیر کرد خدا، به زنجیرها بست، اوکی، تا اینجا مشکلی نداریم. 300 تاشون رو خدا دستگیر کرد، به زنجیر بسته. حالا میریم یک کم جلوتر، ولی ما هنوز بخشی از فرشتگان آسمان رو داریم دیگه، مثل میکائیل، مثل جبرائیل، که اینا پسران خدا محسوب میشن. و چون اینا ایوب 1 رو روی این تکیه میدن که اینا نشون دهنده اینه که اینا پسران خدا هستن. من یه سوال از همه شما میخوام بکنم، از کجا معلوم که الان که من با شما تو جلسه هستم، درسته، جبرائیل داره به خواهرای ما نگاه میکنه با نگاه شهوات آلود، مثلا داره نگاه میکنه میگه این خواهری که تو جلسه نشسته عجب خوشگله، ولی چون جبرائیل دیده که خدای در واقع خشمگین، خدای دیکتاتور ما، خدای بد ما 300 نفرشون رو جریمه کرده و انداخته توی مثلا زنجیرهای مثلا در واقع ابدی، الان جبرائیل اصلا جرئت نمیکنه بیاد مثلا به این خواهر پیشنهاد ازدواج بده. میگه اگر این کارو بکنم خدا پدر منو در میاره. ببین اینجاست که میگن شیطان تعلیمات دروغین، تعلیمات غلط، تعلیمات کثیف، تعلیمات پلید دست به شخصیت خدا میزنن. یعنی اینکه الانم پس چون پسران خدا یک روزی دختران خدا رو دختران آدمی رو داشتن دید میزنن، از کجا معلوم کردن فرشته‌ها دارن من و شما رو دید نمیزنن؟ نه دیگه. ببینید شما تفکر ببین، چون اگر اونا این حس اومده تو اونا یک روزی، پس الانم میتونه بیاد. چون ببین شما میگه همون پسران خدا به فرشته‌ها گفته میشه، اوکی درسته، این فرشته‌ها گفته میشه. خب الان من از کجا مثلا در واقع ناموسمو دست مثلا جبرائیل بدم؟ از کجا بدونم که مثلا من اگه دخترم مثلا پیش جبرائیل تنها بمونه، جبرائیل نمیاد مثلا در واقع یون به زنی بگیره؟ ببینید تفکر وقتی پلید و دیوانگی باشه دیگه اصلا کارش نمیشه که. آخه ببین شما من واقعا دارم بعضی وقتا منفجر میشم وقتی این چیزا رو میشنوم. یعنی ببین شما عاقبت یه تعلیم کثیف و غلط و پلید و شما ببینید دیگه. شما به من میگی که آقا پسران خدا فرشته ها هستن، فرشته ها با نگاهی مثلا دیدن عجب دختر. خب از کجا معلوم که الان وقتی مثلا جبرائیل نوعی، حالا جبرائیل هم باید من ببخشید میتونه من دارم مثال میزنیم که در هماهنگی داریم کار میکنیم، ولی جبرائیل میبینید الان از کجا معلوم که جبرائیل وقتی مادونا رو میبینه یا نمیدونم مثلا فرض کنیم یکی از مثلا این چیز زنای زیباروی قرن 21 رو میبینه، از کجا معلوم که جبرائیل الان در دلش در عشق اون داره نمیسوزه؟ چون اگه اون 300 تا تونستن در عشق آدمی بسوزن و چنین خطای بزرگی بکنن، خب حتما الان جبرائیل هم میتونه الان عاشق بشه
کی به شما میگه که ببین من قرار نیست با معیار شما پیش بدم که شما بگید نه فقط همون 300 تا بوده. تو از کجا میدونی اون 300 تا بوده؟ شاید 300 تا خطا کردن، الان 5000 تا 10000 تا ما نمیدونیم چند تا موجود هست، ولی میگن کرورها کرور. خب از کجا میدونیم که کرورها کرور در حسرت این نیستن که مثلا در آسم چیز بشن، در حسرت این نیستن که به قول معروف در حسرت این به سر نمیبرن که بیان و به قول معروف با چیز بکنن، مثلا با انسان وارد وصلت بشن. ولی چون خدا منع کرده، چون خدا سرکوبگر بزرگ احساسات پاکی، ببین تفکر رو میخوام بگم تفکر کثیف همینه، تفکر پلید همینه، تعلیم غلط همینه. گوش میکنید؟ تعلیم غلط نهایتا یه جایی خدا رو مثلا در واقع اصل نجات، ببین زمانی که کاتولیکا میگن مریم اصل نجات کجا زیر سوال میره؟ اونجایی زیر سوال میره که به قدرت خون عیسی مسیح که ما رو تا قدس الاقداس بالا میبره، ما رو تا تخت خدا میرسونه، ما منکرش میشیم به یه شکلی، میگیم بله در واقع اصلا باور نداریم به صلیب، باور صلیب ضعیف شده رو موعظه میکنیم. وقتی یک نفر میگه که نه، زمانی که شما ایمان آوردی تعمید روح القدس داری، یعنی اینکه شما رو در یک وضعیتی قرار میده که شما هیچ وقت نتونی تبدیل به شاهد بشی، هیچ وقت نتونی در واقع به شباهت عیسی مسیح در بیای. میگه نه تو از همون لحظه ایمان آورد، در حالی که تو اعمال 8 ما میبینیم، توی اعمال 19 میبینیم که افرادی بودن که ایمان آورده بودن، با دیدن آیات و معجزات قلبشون رو سپرده بودن، تعمید آب هم گرفته ولی تعمید روح القدس نگرفته بودن. میدونید تعمید روح القدس نگرفته، خود شاگردان باید در اورشلیم میماندن، ولی ببین به نجات، به شخصیت خدا دست میزده میشه. یعنی خدا یک دنیایی رو خلق کرده، شما ببین این خدا در تعلیم خداییه که دنیایی رو خلق کرده که حتی فرشته هم زنای زیبارو رو میبینن، عاشق میشن، ولی با این که فرشتگان زنان رو میبینن عاشق میشن، ولی این یارو خدا رو ما چیکار کنیم؟ این خدا چقدر بده، نمیذاره که. یعنی اگه خدا بگه جبرائیل من اجازه میدم تو ازدواج کنی، جبرائیل بالفعل میاد میگه خداوندا تو نمیدونی من 25 ساله روی این دختر در واقع زوم کردم، حتی این دختر من تو خواب 10 بارم دیده. خب ببینید اینجا وقتی میگم معلمای کذبه بپرهیزید، همینا گرگانی در لباس میش. ببین این دفعه شما ببین، من نمیدونم عمق فاجعه رو چقدر میفهمید که شما در واقع در نظر بگیرید که ما الان حتی در آسمان ما با موجودات مریض الحال سر کار داریم، با موجوداتی سر کار داریم که الان ممکنه در واقع ببینن که مثلا در واقع اوضاع مثلا عاشق بشن، ولی با وجودی که عاشق میشن ولی بسیار پرهیزکارن. چقدر ما یاد کشیشای زیبای کاتولیک میافتیم که کشیشای کاتولیک دختران زیبا زیاد میان پیششون اعتراف میکنن، ولی اینا پرهیزکارن. فرشته هم همینطورن. ببینید این تفکر دیگه، من نمیتونم به اون فرشته ها بگم فرشته های مقدس، چون دیگه شما اصلا فرشته رو به من معرفی داری میکنی که مریضه. ببین من میتونم وارد بحث های واژه بشم، واژه بشیم و اینا که مثلا مقالات و چیزای دیگه که تا این روزا نوشته میشه واردش هم میشم. یعنی ببین من همیشه گفتم ببینید ما با همدیگه میریم تو آب ببینیم کی بیرون میاد، یعنی همه جوره من با اینا وارد داستان میشم. حالا شما حساب کنید بعد اینا میان، شما الان با من اینو بخونید، ببینید شما الان با من اینو بخونید، شما از حرف عیسی مسیح چی برداشتی میکنید؟ توی انجیل متی میگه که زمانی که از طوفان نوح صحبت میکنه اینطور میگه، من اینا رو میخونم، میگه متی 24 آیه 38 مسیح داره به طوفان نوح اشاره میگه، زیرا همچنین که در ایام قبل از طوفان میخوردند
میآشامیدن و نکاح میکردن و منکوه میشدن تا روزی که نوح داخل کشتی گشت. حالا شما از این آیه میخوردن، میآشامیدن شما و نکاح میکردن و منکوه میشه، شما آیا یک روند طبیعی رو میبینی؟ روند طبیعی چیزی که ما در این تعلیم میدیم، درسته؟ میخوردن، میآشامیدن، نکاح میکردن و منکوه میشدن. شما آیا احساس میکنید که اینجا قراره در واقع، یعنی اینکه نه تنها ببینید، نه تنها این فرشته زن گرفتن، نه تنها زن گرفتن، بلکه اصلا شراب آسمانی که اصلا معنی نداشته، که اصلا شراب زمینی یه چیز دیگه بود. بدونی یه چیز دیگه بود. شما از این آیه شما میتونید برداشت کنید، ببین من نمیدونم که میتونید برداشت کنید که اینجا چون فرشتا با انسان ها قاطی شدن که این نه، دقیقا مسیح داره از مردم صحبت میکنه. حالا جالب اینه که اینا باز کثیف‌تر از اینن، میگن احتمالاً در زمانهای آخر دوباره فرشته ها میان زنا رو میبینن و بعد دوباره میان اونا رو بچه دار میکنن. ببین چقدر تفکر کثیف، پلید و دیوزد، و این تفکر ببینید مستقیم از جهنم نشأت میگیره. ببین مستقیم از جهنم، چون شما در با این کسی که این تفکر رو میپذیره یعنی خدا رو زیر سوال برده، آسمان رو زیر سوال برده. دعای مسیح که میگه ای پدر ما که در آسمانی، میگه اراده تو چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه. چه اراده بر زمین کرده بشه مرد حسابی؟ اگه تو فرشتات اینن که من نمیخوام اراده تو بر زمین کرده بشه. آقا تو فرشتات خطرناکن، فرشته‌های تو چشم شهوانی دارن، فرشته تو مریض الحالن، فرشته‌های تو شبیه بسیجایی هستن که در واقع یک نفر رو مثلا میبینن، ولی مثلا در واقع به خاطر اینکه مثلا اسلام دست و پای اونا رو بسته، نشسته مثلا توی اتاق داره فقط بهش فکر میکنه. چون یکی میگفت که اینا ممکنه بگن که نه فرشته درسته وسوسه میشن، درسته این فرشته وسوسه میشن، ولی وقتی فرشته وسوسه میشن چه اتفاقی براشون میفته؟ پرهیزکاری میکنن. آقا ببین این فکر دیوانه هاست. ببین شما از ملکوت خدا، از خدا در واقع موجودی رو ساختید که اصلا من دیگه نمیتونم به جبرائیل اعتماد کنم. به من آقا مثلا نمیخوام به میکائیل اعتماد، چه اعتمادی میتونم بهش داشته باشم؟ ببین چون میکائیل ممکنه الان یه روزی مثلا با من نوعی بخواد مثلا در واقع، بعد چه اعتمادی میتونیم بکنیم که در آسمان دوباره این تکرار نشه؟ چون در آسمان که ببخشید اگه خواهری امروز نقص بدنی داره، نقص بدنی داره، در آسمان دیگه اون نقص بدنی رو نداره. اگه نمیدونم مثلا مشکل مو و دندون داشته دیگه نداره. خب همون زنی که جبرائیل تو زمین عاشقش بوده الان زیباروی خواهد بود در آسمان بدون نقص. خب دیگه ببخشید ما دائما باید توی آسمان، درسته؟ حالا مثلا در واقع ببخشید الان بعدم بودم من ممکن تو جلسه باشه، من باید شوخی دارم، من بعدم بودم باید در واقع دائما با فرشته دعوا کنیم دیگه، بگیم نه این چی کاریه، تو چرا به ناموس ما نگاه کردی، من بزنم اونا بزنن دیگه، ما با فرشتات دیگه تو آسمان دیگه دعوا دائما میشه. اصلا ببین اینجا اصلا دارن برای ما جوک تعریف میکنن، جوک. بدونی بعد یکی میاد، آخه اسمم نمیخوام ببرم دیگه، تصمیم گرفتم اسم نیارم که اینا یه عینکی میزنه، یک مثلا واژه هایی رو میسازه، بعد میاد میگن که وای مثلا نمیدونم ما نمیدونم مثلا عبری، یونانی. آقا تو که میگی یونانی کامل ترین زبان بوده، اصلا میدونی اینا خودشون نمیدونن چی میگن. زمانی که کتاب مقدس یونانی رو پیدا کردن با یونانی کلاسیک هماهنگ نبود، گفته این چی جور یونانیه، درسته؟ بعد فهمیدن که این یونانی کوچه بازاره. خیلی از چیزهای کتاب انجیل تا حدودی جز حالا بخش‌هایی که مثلا خیلی خوب نوشته، ولی خیلی از بخش‌ها به همون زبان کوچه بازار مردمی صحبت شده. الان در مورد زبان بخوایم صحبت کنیم اینه. بعد طرف میاد مثلا میگه که الان علم ژنتیک بحث در واقع تکامل رو زیر سوال میبره. بله ببینید من دقت کنید، من بحث تکامل رو به هیچ عنوان قبول ندارم، ولی این که یک نفر بیاد بینندگان رو احمق فرض کنه،
بگه بحث تکامل از دور خارج شده و الان در واقع همه میدونن که تکامل درستی چرته. ببین دروغ بسیار کثیفه، یا اینکه بسیار این آدم بی سواده. آقا بحثای الان تکامل 10 برابر قبلا داغ‌تر شده. 10 برابر اینا در واقع چیکار میکنن؟ به قول معروف مثلا با قوی‌تر از گذشته شدن. یعنی الان کسایی که به تکامل ایمان دارن از سال مثلا 1950 یا 1970 به مراتب قوی‌تر هستن. ببین شما ببین مثل اینه که یک کیت مثلا سرشو کرده مثلا زیر خاک و میخواد بگه نه. ببین این نشون دهنده تعصب. ببین من میگم من تکامل قبول ندارم ولی میتونیم جواب بدیم، ولی اینکه تو بیای بگی نه دیگه بحث تکامل تموم شده. دانشمندا یک طوری میگه که اگه مثلا یه نفر مثلا در واقع مثل خودش بی سواد و ببخشید مثلا بی کله باشه میگه آره تموم شد. ولی منی که با محافل علمی سر کار دارم میدم تئوری تکامل در واقع یک تئوریه که تموم شده نیست و اتفاقا از گذشته خیلی مسائل بالاتری دارن میگن. خب من دارم اینا رو بهتون میگم چون بدونید اینا واقعا ببینید واقعا گرگانی در لباس میش هستن. شما نمیدونید با این پذیرش یک تعلیم چی رو پذیرفتید. شما دیگه نمیتونید به جبرائیل اعتماد کنید. شما میکائیل دیگه کیه؟ شما دیگه آقا هیچ فرشته‌ای که مثلا با خودشون دیگه نمیتونید مثلا به اینا بگید فرشتگان مقدس. چرا نمیتونید به اینا بگید فرشتگان مقدس؟ به این دلیل که من از کجا میدونم که الان مثلا این پسران خدا که باقی موندن و تازه اینا میگن که احتمال داره در زمان آخر دوباره پیش بیاد. دوباره نمیگن احتمال داره در زمان آخر شیطان این کارو بکنه. ببینید چقدر مثلا در واقع آسمانی که اینا برای ما توصیف میکنه یک آسمانیه که آسمان خدا نیست. ببین یک آسمان شیطانیه، یک آسمان آلوده است. خب یعنی که وقتی میگن این احتمال وجود داره با این آیه که خوندن که این آیه چه میگه میخوردن و میآشامیدن. کیا میخوردن و میآشامیدن؟ ببینید در واقع اینجا چیزی که گفته میشه من به پیدایش نگاه میکنیم یه آیه هست، من اینا رو نگه میدارم تا توی بحث وقتی مثلا ما پیش میریم جلو برید. شما پیدایش باب 6 رو باز کنید که پیدایش باب 6 اینطور میگه و خداوند دید آیه 5 که شرایط انسان در زمین بسیار است و هر تصفر از خیالهای دلبه دائما محض شرارت است و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. یعنی چی؟ یعنی که اینجا اگه صحبت فرشته بچید اصلا خدا دیگه نمیتونه بیاد بگه که خداوند دید که تفکر انسان تمام شرارته. ببینید اصلا خدا نمیتونه اینا بیاد بگه. ببین یعنی کاملا مسئله پیدایش باب 6 مربوط به انسانه، مربوط به این نیست که شما بیایید به من بگید که فرشته ها اومدن پایین و نمیدونم بعد از اینکه اومدن پایین این اتفاق افتاد اون اتفاق. خوشبختانه ما داستان ذریت ما رو میدونیم و توی این در واقع جلسات اخیری هم که داشتم حتی با تصویرم صحبت کردیم. سعی میکنم در جلسات آینده باز با تصویر صحبت کنم که افراد بهتر متوجه داستان بشن. ولی میخوام یه چیز به شما بگم. حالا شما متی باب 24 که میگه میخوردن، میآشامیدن، نکاح میکردن و منکوعه میشدن، شما در واقع چه چیز عجیب غیر انسانی اینجا دیدید؟ یا چه چیزی دیدید که شما میتونید با این برداشت به اینجا برسید که منظور مسیح از میخوردن و میآشامیدن وصلت اونا با فرشته ها بوده؟ خب و شما از این در واقع آیه‌ای که ما در انجیل متی 24 خوندیم برداشت کنی که احتمالاً در زمانهای آخر، درست به شما بگم، احتمالاً در زمانهای آخر دوباره فرشته میان پایین و دوباره دختران حامله میکنن. واقعا اینجاست که من به شما میگم که اوضاع بسیار غم انگیزیه. خب پس این خدا در آسمان هم ما نمیتونیم دیگه بگیم که کنترل میکنه اوضاع رو. ببینید اگرم در آسمان کسی کاری نمیکنه، درسته، کسی کاری نمیکنه از ترس خداست، چون خدا قهاره، خدا جبار است، خدا نمیدونم مثلا در واقع خشم میگیره، خدا آتش میزنه.
چنین خدایی رو مثلا معرفی میکنن دیگه. خب پس ما باید به مسلمان آفرین بگیم که در واقع یک خدایی رو معرفی میکنن که نمیدونم حتی زمانی که حضرت محمد داشت به معراج میرفت بال یکی از فرشته ها سوخت. ولی کتاب مقدس اینطور خدا رو برای ما توصیف نمیکنه. کتاب مقدس میگه که فرشته‌ها روی پدر مرا دائما میبینن. حالا وقتی میگه فرشته‌ها روی پدر مرا دائما میبینن، شما میدونید که چرا موسی نمیتونست خدا رو رو ببینه؟ چرا میگه مثلا، چرا در کتاب مقدس میگه که کتاب مقدس میگه که خدا رو هیچ کس ندیده ولی فرشتگان روی پدر رو میبینند؟ دقت کنید، چیزی که ما نمیتونیم ببینیم ولی فرشتگان، به خاطر اینکه فرشته‌ها مقدسه، یعنی خدا در واقع اجازه میده که فرشته بهش نزدیک بشه برای اینکه فرشته، دقت کنید چه مقدسه. حالا فرشته فکرش پاکه، فرشته اصلا به این فکر نمیکنه که با انسان وصلت کنه. فرشته، شما خیالتون جمع باشه که فرشته ها وقتی به خواهرای ما نگاه میکنن به هیچ عنوان به چشم شهوت‌آلود نگاه نمیکنن و اصلا چنین حسی در اونها وجود نداره. ببینید چنین حسی در اونها وجود نداره. عیسی مسیح اینو برای ما میگه. من میخوام قسمتی از انجیل رو بخونم. زمانی که در مورد ازدواج صحبت میشه میگه مرقس 12:25 زیرا هنگامی که از مردگان برخیزند، که این اتفاق میفته زمانی که از مردگان نه نکاح میکنند و نه منکوه میگردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان میباشند. یعنی فرشتگان در آسمان نه نکاح میکنند نه نکاح منکوه میشن، بلکه مانند فرشتگان در آسمان میباشند. ببین، بلکه مانند فرشتگان در آسمان، این یعنی چی؟ مسیح در واقع داره اشاره میکنه که در قیامت بعد از اینکه مردگان برمیخیزن، چون ما ایمان داریم که بدن تبدیل شده داریم، در این بدن تبدیل شده یک قطره، یک ویروس از گناه و افکار شهوت‌آلود نیست. خب با تعلیم اینا یعنی ما هم با وجود بدن تبدیل شده از کجا معلوم ما هم شاید دوباره مثلا در واقع مثل اون 300 تا فرشته بشیم دیگه؟ از کجا معلوم؟ ما هم شاید مثل این 300 تا فرشته بشیم. ببینید یعنی اصلا صلیب چی معنی داره، قدرت مسیح چی معنی داره وقتی تو نمیتونی در آسمان حتی فرشته‌های خودتو کنترل کنی؟ اصلا چه معنی داره؟ اصلا ببین اینجا مثلا این که مثلا شیطان مجبور میشه از مار استفاده بکنه، چه معنی داره؟ و این که هنوز شیطان برای اینکه به مقاصد خودش برسه میگه در فرزند، میگه که میگه رئیس هوا روی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکنه. یعنی اینکه شیطان مجبور از انسان استفاده کنه. میدونی شیطان مجبور از انسان استفاده کنه. شما شیطان نمیتونه از غیر انسان استفاده بکنه برای اینکه به مقاصد خودش برسه. میگه رئیس هوا در واقع و روی که الحال در فرزندان مسیح، در فرزندان گناه عمل میکنه. یا اصلا شما در مورد ضد مسیح، وحش و نمیدونم نبی کاذب، تمام این شخصیت‌ها رو ببینید انسانن. حتی جالب اینه که مثلا عدد وحش میگه عدد انسانه، عدد فرشته ای نیست که ما انسان ادغام شده باشه، میگه عدد انسانه. خب ببینید من نمیدونم مثلا در واقع وقتی یه تعلیمی میاد، اصلا ببینید من اینجاست که من میخوام یه چیز بگم. یه روزی یه برادری اومد پیش من، این در واقع از تعلیم این داستان 30 سالگی در اومده بود. زمانی که اومد ازش صحبت میکرد من 2 تا آیه بهش نشون دادم که یکی از آیاتی که بهش نشون دادم در مورد یحیی تعمید دهنده بود که گفت که او پیش از من شده، بعد از من میاد ولی پیش از من شده. اوکی، که چون معتقدن که اولویت از 30 سالگی شروع میشه. بعد این بعدا به من برگشت گفت که بعد بهروز من یه سوال میتونم ازت بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت چرا من این آیاتو مثلا این مدت ندیدم؟
من که هر روز انجیل میخوام، چرا این آیات انگار از چشم من پنهان شده بود؟ چرا نمیتونستم این آیات رو ببینم؟ چرا نمیتونستم بفهمم این آیات معنیش چیه؟ بهش میبینید چه جواب دادم؟ گفتم چون در جای غلط ایستادی. شما در جای غلط وقتی میستی، مکاشفه کلام دیگه نیست، درک کلام دیگه نیست. در واقع بله، تعصبات مذهبی هستا، تعصبات مذهبی هست، عاشق کشیش بودن هست، کشیش من آدم خیلی خوبیه هست، کشیش من منو درک میکنه هست و همه این چیزا وجود داره، ولی چیزی که وجود نداره مکاشفه کلامه. یعنی انگار آیات در مقابل چشم شماست، ولی نور الهی روش تابیده نمیشه تا شما ببینید، درک کنید حتی ساده ترین مسائل رو. بدونی ساده ترین مسائل، من خیلی وقتا وقتی در مورد تعمید به نام عیسی مسیح میرم با فرقه ها صحبت، روی طرف کشیشه میشینیم صحبت میکنیم، بعد میگه من چرا مثلا این آیات رو ندیدم تا حالا، چرا نخوندم اینو، نتونستم بفهمم. خب مشخصه. ببین همون چیزی که امروز باعث میشه که یهودیان نفهمن و ذهنشون بسته بشه در مورد فرقا، ما باید بگیم که اگه خدا اونجا یه جایی اجازه بده، در مورد فرقا باید بگیم که یه سری از دیوها هستن که میان و این دیوها عمل میکنن تا شما ذهنتون بسته بشه. من یه چند وقت پیش یک شخصی رو آوردم پیش من، گفتن که بعد از بهروز این حامی بزرگ خیلی از کلیسا هاست، تو نمیدونی هر وقت کشیشا رو، خادما رو، نمیدونم اینقدر کلام قدوس از این کلیسا به اون کلیسا میره، خادما رو میبینه، اصلا احترام خاصی برای خادما قائل میشه، احترام چیزی داره. بعد این به محضی که اومد، من یه چیز خیلی خوبی توش حس نکردم تو این شخص. وقتی نشست مسنم بود، یعنی من نگاش کردم و شروع کردیم در مورد کلام صحبت کردیم، این خوابش گرفت و اصلا دیگه نمیتونست خودش رو کنترل. آدمی که شاید تا ساعت 22 23 بیداره، اینقدر خیلی وقتا روحا مردم رو فریب میدن که وقتی در مقابل کلام قرار میگه انگار روح خواب بر اینا میاد، نمیتونن خودشون رو نگه دارن. حتی کسی که اینا آورده بود بعد پیش من گفت که متاسفانه حس کردم بعدم که این برخلاف اون چیزی که نشون میده و همه تحسینش میکنن، اینقدر این روی فرقه درش داره بد کار میکنه که نمیتونه با کلام حقیقت وصل بشه. خب ببینید من چرا دارم اینا رو به شما میگم؟ اینو دارم به شما میگم چون ببینید خیلی وقتا من سوالم اینه، الان خیلیا تو دنیای ایرانی زبان ما این افراد رو میشنون، بعد لایک میکنن، بعد این خدا به شما برکت بده. من سوالم از تمام اینا اینه، الان ما اینجا کاری به بحث تسلیس یا غیر تسلیس نداریم، ولی سوالم اینه شما اصلا عواقب تعلیمی که میپذیری رو میفهمی چی پذیرفتی؟ میفهمی در واقع وقتی تو متهم میکنی که پسران خدا هم میتونن نگاه شهوت‌آلود به انسان داشته باشن و این که مثلا در واقع پس ببینید الان من به یه چیز میخوام بگم، ما الان یه عینکایی ساخته شده که دیگه چی میگن، مثلا در واقع افرادو مثلا لخت نشون میده. چند وقت پیش هم تبلیغش خیلی زیاد شده بود، یعنی شما مثلا این عینک رو میزنی میتونی مثلا در واقع خیلی ها رو مثلا در واقع بدنشون رو لخت. خب فرشته ها که چشمشون بیشتر از اینه دیگه، فرشته که چشمشون بیشتر از اینه دیگه. خب حالا دیگه پس هیچ دیگه، ما با یک دنیایی مثلا طرف هستیم، با آسمانی طرف هستیم که افرادی دوش هستن که عاشق دخترها میتونن بشن، ولی اگر نمیشن اجازه ندارن. من تا جایی که من خوندم نمیدونم کتاب مقدسه شما هم اینو نوشته، وقت مخاطب اینو میگه که جایی که روح خداست آنجا آزادی است. خب پس این دروغ در میاد این آیه دیگه، چون عملا در واقع در آسمان که روح خدا حاکم مطلقه، خدا حاکم مطلقه، آزادی نیست، اجازه ندارند، نمیتونند. با این که جبرائیل بیچاره عاشق شده، ولی در واقع خدا عجب خداییه، عجب خدای بدجنسیه، عجب خدای. بعد همینا میان یهو وقتی سر ما صحبت تسلیف میشه میگن
خدا محبت است. پدر، پسر و روح القدس در ازل همدیگر را محبت میکردن. خب این چی خدای محبتیه؟ ببین از یه طرف من میگه خدا محبته، از یه طرف مثلا در واقع چیزی که تعلیم میدی اینه که 300 تا دیدن دوباره پسران خدا قرار لغزش بخورن، پسران خدا قرار لغزش بخورن در زمان آخر، دوباره بیاد کره خاکی. یعنی این که میدین در واقع در آسمان چه خبره الان؟ میدین مثلا در آسمان چه خبره؟ با این تعلیم الان در آسمان من براتون توصیف میکنم چه خبره. در آسمان خبر اینه که خدا داره به زور فرشته ها رو کنترل میکنه، به زور فرشته ها رو کنترل میکنه و به محض اینکه فرصتی پیش بیاد بمودو فرشته ها میدونن در واقع تمام زنای مردم و در واقع دخترای مردم رو حامله میکنن. میدونی؟ یعنی اینکه اصلا به آسمان هم دیگه نمیشه. آقا اصلا چرا ما بریم آسمان؟ صدای من میاد؟ بله 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 بله. پس ما باید بگیم که در آسمان و به قول معروف در آسمان اوضاع اینقدر خرابه که قرارم است دوباره این اتفاق بیفته. ببین این بعضی اوقات یه عده‌ای میخوام بگم ما مکاشفه داریم، یه چیزی بارمونه، یه چیزی میفهمیم، ولی اینجاست که من واقعا به پولس میگم که میگه تعلیم دیوها رو خواهند داد دیگه. این تعلیم جز این که شیطان رو جلال بده، جز این که شیطان رو مثلا چون خدا خیلی مثلا بده، واقعا اصلا فضای آسمان فضاییه که ما توی بسیج محله داریم. ما فضای آسمان فضای خامنه‌ای پسنده. میدونی فضای آسمان فضای محبت نیست، فضای مثلا شادی نیست، فضای در واقع آرامش آزادی نیست دیگه. اصلا یه فضای مثلا مثل جمهوری اسلامی، مثل پاکستان، مثل افغانستان. میدونی این فضای آسمان دیگه. وقتی شما مثلا خدا این همه در واقع اومده محبت کرده، این همه چیز کرده، اصلا صلیب چه معنی داره؟ صلیب چه محبتی رو میخوادش؟ آقا تو اگه مثلا چی میگن میگن تو اگه طبیب بودی چی میگن سر خود درمان میکنه، چه چیزی هست مثلا میگه من به خدا میگم خداوندا تو اگر مثلا طبیب بودی میومدی اول مشکل آسمان حل میکردی. اول تو برو جبرائیل رو مشکلش حل کن. تو برو اون پسران خدا که میان توی جلسات شرکت میکنن ولی چشمشون روی مثلا در واقع خواهرای ماست یا چشمشون روی دخترای زیبای روی زمین، برو اول اون رو حل کن. اصلا تو چرا مسیر رو بفرستی؟ قبل از اینکه تو اصلا مسیر رو بفرستی تو اول برو این مشکل رو حل کن که دوباره ما در خطر هستیم. دوباره ما در خطر این هستیم که بیان حامله کنن و دوباره غول‌هایی به دنیا بیان. خب اصلا میگم دیگه جز این که من بگم این تعلیم دیویه، جز این که بگم این تعلیم 100% نفسانی و شیطانیه، جز این که من بگم که این تعلیم خطرناکیه، جز این که ما بگیم که این معلما واقعا نمیتونیم به اینا بگیم خادم خدا، چه میتونم بگم؟ چی میتونم بگم اصلا؟ ببین شما ببین عاقبت، ببین بعضی اوقات افراد فکر میکنن که نظر یکیه. نه ببین پشت این نظر من خیلی وقتا یه تعلیم غلط رو اینطوری نگاه نمیکنم، من یه تعلیم غلط رو به این سمت میبرم که ببین اصلا چه کار داریم میکنه، چرا باید به اینجا برسیم. بعد یهو شما میبینید که یه که اینو پذیرفتن و بعد یک میرم به کشیشون میگه من خواب دیدم، من رویا دیدم. من یه شخصی اومد چند وقت پیش اومد به من گفت که یه نامه داد توی مثلا در واقع یکی از این شبکه‌های اجتماعیمون، نامه رو برای من ارسال کردن. گفت که من قبلا فکر میکردم شماها درست میگید، بعد یه خوابی دیدم، یه رویایی دیدم، خدا به من فلانی رو نشون داد و الان دوست دارم با شما در مورد کتاب مقدس صحبت کنم. بهش جواب دادم ببخشید برادر من، تو زمانی که با خواب و رویا میخوای بیای پیش من و من بگی خواب و رویا دیدم خدا با من صحبت، ما دیگه صحبتی نداریم. چه صحبتی داری با تو؟ تو اگه کتاب مقدس تو برداری با کتاب مقدس بخوای با ما صحبت کنی که پایه و اساس ایمان ماست، ما میتونیم پیش بریم. پولس رسول از خواب بینندگان میگه این خواب بینندگان.
میدونی. بعد اومد مثلا در واقع ببینیم اومد یهو مثلا در واقع شروع کرد مثلا اومد اینو وقتی تو با خواب و رویا پیش من میای، ببین بله زمانی با خواب و رویا پیش من بیا که دنبال این باشی که ببینی آیا خواب و رویای تو مطابق با کلام هست، آیا اوریم و تومیم تایید میکنه نور خواهد داد، یا اینکه تو مثلا میای مثلا به قول خودت با بگی من خواب دیدم. خب تو وقتی میگی خواب دیدم تو اصلا ببخشید من دیگه اصلا با تو صحبتی ندارم. ببخشید شما با کسی که میگه من امام زمانو تو خواب دیدم یعنی نمیتونی صحبت کنی راحت. اون دیگه میگه من نه امام زمان اومد توی خواب من. یکی که مثلا بگه من مریم رو تو خواب دیدم دیگه مگه شما میتونی باهاش صحبت کنی؟ من دیدم اینجا آدما رو دیگه. مثلا در واقع شما میبینی یک چهره روحانی در یک گوشه مثلا نشسته دیگه نمیشه صحبت کرد، چون ببین شیطان تونسته اینها رو متقاعد بکنه و دروغ به اینها بگه، دیگه شما نمیتونی کارش بکنی. میدونی چی میگم دیگه؟ واقعا ببین من اینا خیلی سخته دیگه. وقتی تو با این پیش‌فرض به من نزدیک میشی که من خواب دیدم، من رویا دیدم، خب و رویای من از خدا بود، حتی به خودش 1% شک نمیکنه که شاید مثلا در واقع اصلا از خدا نبوده، شاید هم اصلا در یک مقطعی خدا تو رو هدایت کرده سمت یک خادمی و بعدها قرار نیست با اسیر اون خادم بمونی. وقتی تو با چنین پیش‌فرضی با من پیش میری دیگه اصلا ببین جای بحث کتاب مقدسی باقی نه. وقتی این افراد میان به ما میگن که مثلا یه عده‌ای میپذیرن، بعد عاقبت این افرادی که میپذیرن اینه که یهو یک طوفانی میشه، اینا به تمسخر گرفته میشن. گرفتی؟ ببین چون اینا ببین همه تعلیماتشون بر فرض و حدسیاته. گوش میکنید؟ بر فرض و حدسیاته. ببین یکی از آیاتی که ببین من خیلی از آیات هست، یکی از آیاتی که مثلا در واقع در مورد انسان وجود داره در مورد همون مکاشفه به یک، توی مکاشفه به یک میگه که هیچ کس در آسمان و زمین و زیر زمین یافت نشد. چرا مثلا من این آیه رو در بکار میارم؟ به این دلیل که تنها کسی که جسم شد در کتاب مقدس فقط و فقط عیسی مسیحه. کتاب مقدس ما نمیگه که مثلا در واقع اومده جبرائیل هم جسم شد یا نمیدونم اونم جسم شد. اون چیزی که ما در عهد عتیق داریم که 3 فرشته ابراهیم رو ملاقات میکنن جسم شبیه جسم ما نبوده. حالا ببین من اون آیات رو میخوام بهتون بگم. پتروس رسول 3 وقایع رو میگه. اولین اتفاقی که افتاد، اولین اتفاق وحشتناکی که ما توی دنیا داریم که افتاد، یعنی در آسمان افتاد، که من توی کتاب صعود در موردش نوشتم گفتم که چطور نجات مسیح اون چیزی که پیش از در واقع بنیاد عالم یا پیش از مثلا در واقع ساخته شدن زمین در آسمان سقوط فرشته ها رو ما داریم در کتاب صعود نوشتم. میگفت نشون داد که چطور مسیح ترمیم میکنه. ولی چیزی که وجود داره اینه که اولین اتفاقی که میفته اینه که ما در آسمان یک شورش داریم، شورش شیطان رو داریم. در این شورش شیطان اتفاقی که میفته اینه، وقتی آیات رو نگاه میکنید دقت کنید، وقتی آیات رو نگاه میکنید در این شورش شیطان اینا جایگاهی که داشتن از دست میدن. این فرشته‌ها تبدیل به دیو میشن، تبدیل به نمیدونم مثلا موجودات مثلا در واقع موجودات جهنمی میشن و در واقع محکومیتشون اعلام میشه. حالا بخشی از این روح‌ها الان در زندانه. شما فکر نکنید که همه اونها الان در هوا سلطنت دارن میکنن، میدونید هم مثل شیطان. بخشی از اونها زندانی شدن، بخشی از اونها هم در واقع در هوا هستن. اتفاق بعدی که میفته که در واقع اتفاق وحشتناکیه که باز هم مثلا تعداد زیادی از بین میرن، طوفان نوح. یعنی به خاطر همین اول کتاب مقدس از داستانهایی که میدونیم که فاجعه بار بوده رو میگه. اول فرشتگان در واقع به قول معروف طغیان کردن که این طغیان شما در مورد روز دوم هم خیلی صحبت کردیم. بعد از اون اتفاق بزرگی که میفته طوفانه. بعد از طوفان نوح اتفاق بعدی که میفته اگه شما دقت کرده باشید دقیقاً بعد از طوفان نوح مسئله سدوم و گموره. یعنی این 3 مسئله 3 رویداد متفاوت هستن که این 3 رویداد متفاوت رو مثلا پتروس میگه اگه فرشته‌ها که جایگاه بالایی داشتن
جایگاه نمیدونم عالی داشتن، نتونستن موقعیت خودشون رو حفظ کنن و خدا اینا رو به زنجیرهای ابدی بست. این مسئله اول. این هیچ ربطی به این نداره که شما این آیه رو بچسبونی به این که این فرشته آمدن دختران آدمیان رو بردن. در هیچ جای کتاب مقدس شما نمیخونید که بگه که اینا اومدن دنبال چیز. بعد مسئله بعدی، بعد مثلا من حتی یه آیه رو داشتم با یه دونه از عزیزان مثلا بعد چیز می‌کردم، گفت آقا شما کجا دیدی که به فرشته گفته شده بشه بشر؟ میگه در پی بشر دیگه رفتن. یعنی هیچ جایی شما در کتاب مقدس حتی یک نیم آیه ندارید که در پی بشر دیگه رفتن. هیچ وقت در کتاب مقدس از فرشتگان به عنوان بشر یاد نشده. ببینید هیچ وقت در کتاب مقدس از که فرشتگان به عنوان بشر یاد نشده. وقتی میگه در پی بشر دیگه رفتن، باز نمیدونم که اینا کتاب مقدس چطور میخونن و چطور به این نتیجه میرسن که در پی بشر رفتن. یعنی اینکه مثلا در واقع چیه در پی بشر رفتن؟ یعنی اینکه در پی مثلا فرشتگان رفتن. این مسئله دوم. مسئله سوم مسئله گمور چیزه که وقتی پولس اینو تفصیل ادامه میده حتی میرسه به میگه در واقع اجداد ما در بیابان انداخته شدن و مسیح داره میگه میخوردن میآشامیدن. خب من سوالم اینه، هم فرشته میتونه عاشق بشه هم الان من به شما بعدنان و خواهران میگم دیگه، اگه شرابی چیزی تو خونه داره قایم کنید ممکنه جبرائیل در واقع شدیداً هوس خوردن شراب شما رو بکنه. میدونی هم میخوردن و میآشامیدن تا دو چیزه. بعد کتاب پیدایش میگه که ذهن انسان محض شرارت بود. خب شما الان از روی کتاب خنوع که یک کتاب پذیرفته شده نیست، شما یک تعلیمی اومدی ساختی، این تعلیم اومدی در واقع یک پرورش میدی، یه عده‌ای هم دچار دودلی میشن. خواهش نمیشه با این ببین آیا واقعا این چیزای کتاب مقدس بی ارزشه که کتاب مقدس داره به ما به وضوح میگه، به وضوح داره به ما میگه که دنبال افسانه ها خواهند رفت. ببین الان چیزی که در کلام خدا مکتوبه این پذیرفته شده نیست، ولی چیزی که به قول معروف در افسانه یک کتابی به نام کتاب خنوع که پذیرفته شده نیست، حالا این شده بنای یک تعلیم و بعد مثلا در واقع این افراد میان مثلا بازی میکنن. گفتم بس الان ما یک فرض کنیم 300 تا از فرشته دستگیر شدن، الان در زنجیرها هستن و الان ما نمیدونیم دیگه چون کروروها هستن، کروروها از پسران خدا، یا اصلا بگیم مثلا 2000 تا، ما 1700 تاشم که دوباره مثلا در واقع ممکنه تو زمانهای آخر 1000 تاش دوباره لغزش بخورن. برای خدای بیچاره ما 200-300 تا فرشته بیشتر باقی نمیمونه. واقعا باید تأسف خورد و گریست. بعضی اوقات ای کاش، میدونید ای کاش، بعضی اوقات به خودم میگم که خدمت خدا واقعا من انتخابش نکردم، خود خدا منو دعوت به خدمت کرد. وگرنه وقتی این دنیای مسیحی رو گاهی اوقات به من میبینم میگم خدا تو ما رو کجا فرستادی؟ چرا اصلا باید خدمت کنم؟ چرا باید مثلا چنین آدمهایی رو با این دفعه؟ ای کاش ما فقط یک مسیحی بودیم تو خونه خودمون دعا میکردیم، کتاب مقدس میخوندیم و این بار نبوده روی دوش من که اینقدر مثلا بخوام اذیت بشم، اینقدر مثلا در واقع ما هر روز تعلیم غلط، کسایی که دنبال همجنس بازی هستن یه تعلیمی در میارن. بدونی وقتی مثلا بعضی وقتا من نگاه میکنم میگه که میدونی مثلا ما اولین همجنس بازای دنیا کی بودن و شما مثلا یهو تعجب میکنی مثلا که میخوان از کتاب مقدس میگه که مثلا یوناتان و داوود. عجب مثلا میدونی اینقدر ببین این دقیقاً این تعلیمم تو همون راستاستا کثیف میکنه کتاب مقدس رو، دوستی واقعی رو کثیف میکنه، برادر خواهری رو کثیف میکنه. میدونی و یعنی دقیقاً همون سبک تفسیر، همون سبکی که اینا دارن میگن. و برای اینکه این تفسیر هیچ وقت نمیگم بگن عذرخواهی میکنیم ما اشتباه کردیم، معلم ما اشتباه کرد، مگه میان آقا اینا مگه میشه این آقایون اشتباه بکن؟ اصلا نمیشه. و چون
اصلا نمیشه که اشتباه کنن و اصلا نمیشه تعلیم غلط بدن. به قول معروفم میگم دیگه، یه ضرب مثلا تو دیمانی بود، میگفتن که گر به جهنم میروی مردانه برو، و این کشیشان مردانه 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 دارن به جهنم میروند. ببین حالا این مشکل یکی دوتا نیست که حالا توی نبود ما یکی از کسایی که مدعی پیغامه میاد در مورد ایران موعظه میکنه. خب اینجاست که من میگم جای غلط وقتی نیستیم مکاشفه کلام از دست میدیم. مهم نیست که شما بعد از فرانکو گوش کنی، مهم اینه که در جای درست بایستی، چون اگه در جای درست ایستاده بودی میتونستی نبوت علمیا رو به ازیال 36-38 ربط بدی. یعنی میفهمیدی که اگر یک نبوتی در مورد علمیا هست، این نبوت در مورد ازیال 38 هم هست، چون به هر حال در ازیال 38، چون من دارم از چیزی استفاده میکنم که اینا میگن بعد از فرانک دیگه، اوکی، بعد از فرانک خودش در یکی از نامه‌های گردشی، در یکی از کتاباش، زمانی که در مورد جنگ ها صحبت میکنه، جنگ آخر اسلام، میگه که جنگ یکی از جنگایی که پیشگویی شده جنگ ازیال 38. حالا من بهتون صادقانه بگم خود من اصلا جنگ ازریال 38 رو از بعد از فرانک سالها پیش تعلیم دیدم، از بعد از فرانک تعلیم دیدم. خب حالا اینا چطور مثلا وقتی به نبوت علمیا نگاه میکنن، چون مثلا نتیجه گیری این بوده که هیچ بلایی، هیچ جنگی قرار نیست اتفاق بیفته، نتیجه گیری توی موعظه این بوده دیگه. خب من سوالم اینه، شماهایی که مدعی هستید الان با خادم امین متی 2445 ارتباط بسیار خاصی دارید و سعی بر اینه، البته دروغ این حرفا، که خودتون رو نمایندگان ویژه بعد از فرانک معرفی کنید. چطور زمانی که داشتین موعظات آماده میکردید یک لحظه به این فکر نکردی که ازریال 38 رو چه کنیم، نابودی دمشق رو چی کنیم، غزه رو چی کنیم؟ و سوالم اینه دیگه، این سوال ساده است دیگه. ببین پس یه جایی کار میلنگه دیگه، توی مثلا ببین توی دریافت مکاشفه از خدا یه جایی کار شما بلاک شدید، مشکل پیدا کردید. من فکر نکنید من دارم با بدجنسی رو میگم، من از خدامه، مهم نیست واقعا قبول داشتن بعد بروز برای من هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره، اینو در حضور خدا میگم. این که من احساس کنم یک نفر بگه من بعد بروز قبول ندارم، اوکی قبول نداشته باش، فکر تعلیم غلط هم نده دیگه. من چیکار دارم مثلا؟ ببینید من چیکار دارم که فرض کنید شما فرض کنید که الان ما تشنه این باشیم که افراد ما رو قبول کنن. باور کنید من خودم از 30 تا 40 تا 20 تا 100 تا در واقع جایی که دعوت میشم تا کلامو موعظه کنم، شاید 2 تا 3 تاشو وقتی روح القدس هدایت کنه میپذیرم. پس نه تشنه قدرتم، نه میخوام تشنه قدرت باشم، نه میخوام این زبانو داشته باشم که بیام و در واقع در مورد این مسئله صحبت کنم. یعنی اگر به خاطر این میگم بعضی وقت به خدا میگم چرا باید به من این خدمت رو بدی که من در مورد این مسئله صحبت و بده همه عالمم بشین. خب الان میدونم که مثلا اینایی که بیشترن در واقع چیکار میکنن؟ میان میگن که بعد بهروز چه این کارو میکنه، آیا نمیشه اینطور کرد، آیا ما تمام این آیه ها رو رفتیم عزیزان من، ما تمام این آیه ها رو رفتیم. وقتی یک نفر ببینید من زمانی که یک مطلب می نویسم، یه زمانی هست که ممکنه برای 2 تا از برادرها اینو بفرستم، 3 تا از برادرها بفرستم بگم شما بخونید اینو، ولی عمومیش نمی کنم. بعضی از مطالب هست که حتی ممکنه فقط برای برادر فیروز بفرستم، عمومیش نمی کنم. بعضی از مطالب هست که ممکنه حتی با برادرای بزرگتر پیغام صحبت بکنم، ولی زمانی که یک چیزی رو عمومی می خوانم میدونم که تمام دنیا خیلیاشون با ما دشمنن، ولی این آمادگی رو دارن که پاسخ بدن. من اگه الان دارم این موعظه رو میکنم، این موعظه برای خیلی از این فرقا بدونن که این اولین در واقع پاسخ منه. فکر نکنن که همه چیزو گفتم،
من همیشه صبر میکنم اینا حرف بزن خودشون رو خالی بکنن تا حسابی. ببین چون مثلا کتاب مقدس میگه که هر فکری رو به اطاعت مسیح باید در بیاریم و هر قلعه ای رو که بلند شده رو باید خورد کنیم، باید به زیر بندازیم. حالا من مثلا نگرانی من اینه وقتی توی پیغام مثلا کسایی که میگه ما پیغامی هستیم به نام عیسی مسیح تعمید گرفتیم و ای مثلا عمومی وقتی میکنی، اگه یک محفل خصوصی بوده اوکی، محفل خصوصی بوده، ما حالا مثلا کاری به محفل‌های خصوصی شما نده، ولی وقتی عمومی میشه و حتی یک نفر ممکنه درگیر این تعلیم غلط بشه، اینجا دیگه نمیتونی شما از من توقع داشته باشید که یکی عمومی بکنه منم در آرامش سکوت کنم و از دور تماشا کنم. این که دیگه نمیشه که اون موقع از خدا به من چی میگه. ببین گاهی اوقات واقعا هم نمیخوام جواب بدم، میگم ولش کن. ببین دیگه اصلا به اون کسایی که به 30 سالگی اعتقاد داره اصلا دوست ندارم به اینا جواب بدم، چون واقعا دیگه اینقدر از کلام فاصله گرفتن، جواباشون هم گرفتن کتاب مقدسی و الان سعی میکنن اصطلاحات ما رو الان به کار ببرن تا مسئله رو توضیح بدن، جمع جورش بکنن، چون متوجه شدن که حتی از نظر بعد برانام هم نمیشه این تعلیمو پوشش داد، با جزوهای بعد برانام هم نمیشه تعلیمشون رو پوشش داد. به خاطر همین مثلا در واقع سعی میکنه از اصطلاحاتی که ما استفاده میکنیم استفاده کنه، ولی بحث من این نیست. به جوابم نمیدم به اینا دیگه. الان میخوان هر چی بخوام خودشون رو مثلا در واقع مطرح کنن، بذار اگه در واقع اگه واقعا افراد اینقدر از کتاب مقدس بعد از سالها گوش کرده به ما دورن، یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونن برسن. میدونی چون یه جایی میشه که میگه مثلا افرادی که پاکن پاکتر میشن، افرادی که ناپاکن ناپاکتر میشن. یعنی اگه بعد از این همه سال این همه آیات و در واقع مثلا چی میگم تعلیم کتاب مقدسی که دادیم، یک تعلیم ما بعد یک آیه که بنا نکردیم، آیات بسیاری رو گفتیم، اگه افراد بعد از تمام این سالها واقعا مثلا در واقع نمیتونه نپذیرفته، دیگه بحث کردن با اینا فایده نداره، صحبت کردن با اینا فایده نداره. ولی وقتی مثلا افرادی هستن که یک چیزی عمومی میشه میشنون و زمانی که عمومی میشنون یه طرف به خودش اینقدر جرأت داده که من که عمومی میکنم، حتی اگر چه بگی من ادعای آسمانی بودن و مکاشفه آسمانی ندارن، ولی من یادم نمیاد که پولس رسول چیزی که مکاشفه آسمانی نداشته رو براش 1 ساعت وقت بذاره، 2 ساعت وقت بذاره. و اصلا مگه برای چیزی که من مطمئن نیستم چه حقی دارم که بیام وقت مردم رو بگیرم؟ چه حقی دارم برای چیزی که من مطمئن نیستم؟ همین بعد از فرانکی که اینا مدعی هستن یک جمله‌ای داره، میگه ما، دقت کن جمله بعد از فرانکه، میگه ما به چیزی تعلیم نمیدیم که مطمئن نباشیم. خب این بعد فرانک میگه خب اینا که شاگردان بهتر از ما، چون این مدعی هستن که شاگردان بهتر از ما از برای بعد فرانک هستن، بهش میکنید. و ببینید مثلا زمانی که جالب اینه که مثلا زمانی که اینا مدعی بودن، من خودمو خیلی نگهدارم، اینو من شاهدم دارم، زمانی که اینا مدعی بودن که ما با بعد فرانک ارتباطات بسیار خاص داریم، من کرفلتم بودم، برام چیز بود، میتونستم همون موقع عکسی که با بعد از فرانک گرفتیم و پشت منبر کرفلت رو میتونستم پخش کنم، ولی نکردم. گفتم که چون احساس کردم در اون مقطع که این در واقع یعنی این که من میخوام مثلا خودم رو جلوه بدم، نکردم. شما باور کنید که اینا مدت ها میگفتن ما هستیم، ما اینیم، ما اونیم، ما نمیدونم سخنگوییم، ما نمیدونم اینیم، ولی میدونستم واقعیت نداره، ولی به هر حال وارد چیزم نشدم، بحثم نشدم. برای مثلا کاری هم که دارن میکنن که به هر حال ترجمه میکنن، ما چیز نیستیم، ناشکر نیستیم، اما این که مثلا میگم که مدعی هستن، مشکل ساز میشن در ملکوت خدا، در پیغام زمان آخر اینا بیشترین مشکلات رو به وجود آوردن، ولی با این حال که بیشترین مشکلات در یه جایی به وجود میارن، میخوام به شما چی بگم، در این حال که مثلا در واقع بیشترین مشکلات رو به وجود میارن، اتفاقی که میفته همیشه اینه، مشکلات رو به وجود میارن ولی بعد در واقع طور دیگه مسائل جلوه میکنه.
یه جایی که به نفع از ادبیاتم استفاده میکنن، ولی جایی که به نفع نیست از ادبیاتم استفاده نمیکنن. من نمیدونم که کجای پیغام کجای پیغام شما به یک روش بسیار ناجوانمردانه میتونی یه خادم رو اخراج کنی که نه اصول کتاب مقدس توش رعایت شده، نه اصول کلیسای محلی توش رعایت شده، نه اصول پیغام رعایت شده. یعنی هیچ اصولی رعایت نشده. اصول یک فردی، 2 نفر 3 نفر مثلا بیان مثلا یه چیزی بکنن، بعد مثلا یکی مثلا خیلی اتفاقات دیگه. ببین بله ما تو کلیسای جماعت ربانی از این اتفاقات زیاد میافتاد. ادواردوس بیامر میگفت که مثلا میومد مثلا یکی رو میخواست بیرون کنه، میگفت که کاری نکن تو رو با تیپا بیرون کنم. ببین دوران ادوارد تموم شد. اون ادواردوس بیامر بود که مثلا میخواست مردم رو با تیپا بیرون کنه. میدونی ما در ملکوت خدا اصولی رو یاد داریم، میگه تا در خانه خدا بدانند که چگونه باید رفتار کرد. حالا به هر صورت من الان بحثم اینا نبوده، ولی واقعا مثلا یه جایی ناراحتم، چون من گاهی اوقات دارم احساس میکنم اوکی یک نفر منو قبول نداره ولی به هر حال داره در حقیقت حرکت میکنه، ولی بعد شما میگی آروم آروم هم یه تعلیمات غلط هم داره بیرون میاد، 2 تا تعلیم غلط دیگه هم داره بیرون میاد. ببین میخوام شما چی بگم، و همینطورم پیش میرن. میگه یه جا آرم بیرون میاد، گوش کن بهتون بگم یه جا نمیدونم چی بیرون میاد، همینطور داره بیرون میاد و داره اضافه میشه و باز شما مطمئن باشید در آینده ما چیزای دیگه هم اضافه خواهد شد اگر واقعا این افراد خودشونو نخوان اصلاح بکنن. به هر حال خدا به تک تک شما برکت بده. برای من دعا کنید، برای همدیگه دعا کنید، در دعاهایی که داریم بیدار باشید. چه کسایی که در فرقه هستن، چه کسایی که در فرقه نیستن، ما باید براشون دعا کنیم، با بار دعا کنیم. می‌دونید وظیفه ما این نیست که پیروزی در این نیست، همیشه گفتم که حرف من اثبات بشه. پیروزی در اینه که افراد بیدار بشن، متوجه بشن و اصلاح بشن. خدا به تک تک شما برکت بده. شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم، دعا میکنیم. پدر عزیز آسمان، تو رو شکر میکنیم، تو رو جلال میدیم ای خداوند، و به نام عیسی مسیح از تو میطلبم که عزیزان ما برکت بدیم. خداوند عزیزانمون رو برکت بده و بگذار خداوند صلح برقرار بشه. به نام عیسی مسیح واسه طلبیدم، آمین.